برای بعضی کسا موبایل وسیله شده که ایره کافر ساخته. کسایی هست که کافر شدن، نعوذ بالله، از طریق چی کافر شدن؟ به خاطر ازی که وقت موبایل میگیره یک کسی به ضد اسلام تبلیغ میکنه و قرآن رد میکنه و پیغمبر رد میکنه و این شخصی رو چی میکنه؟ لایک میکنه. لایک چی معنی؟ امیر اگر بر یک نفر یک ورق برات بتن و نوشته کنه که تو یک لک از پیشش قرضدار هستی و تو همی 60 تا بچستوی و ایره در محکمه ببر از پیش تو یک لک بکن میگیره. حال بایومتریک که میشه امی انگشتار من یکی باین همینگه. الله متعال میگه بلا قادرین علا، الله میگه الله متعال قادر است که امی بنانه انسان کس میگه امی انگشتای انسان کس امی خطای زیره هم دوباره چی کنن با شکل اصلیش بگردن. چرا در دنیا ثابت شده که این امی انگشت انسان که هست، این انگشتا که هست امی خطا و برایزی از دو نفر یک قسم نمی باشن. الله متعال میگه ما قادر هستیم، قدرتمند هستیم در روز قیامت امی خطهای انگشتای را هم دوباره پس به حالت اولیش بگردانیم. این اجازه می قرآن از مشان است. حال شما که با امرای انگشتتان اینجا لایک میکنه با این معنی هست که وقتی او کفر میگن کفر درست است و تایید کفر است، تایید شرک است، تایید جنایت است. بعضی کسا چی فکر میکنه که کفر خوب گفته در غیبت، بعضی کسا غیبت میکنه و جانب مقابل ازی که در مقابل شیشته این دیگه قرار گوش گرفته میره و به این معنی هست که خوب گناهگاه شد، غیبت خوب کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که المستمع احد المغتابین، کسی که غیبت گوش میگیره این هم یکی از دو غیبتگر است. یعنی همون گناهی که بر زو داده میشه که گپ غیبت میزنه، عین گناه بر تو داده میشه که غیبت تو مشنوی. وقتی این نفر سخن کفر میگه و این سخن کفر عزیز خودت مشنوی و یا لایک میکنی و یا شیر میکنی برای دیگران روانش میکنی، در حقیقت در کفر داخل. بسیار کسا باشن که در روز قیامت بخیزن و خوب آمد حرکت میکنن، روان است کجا بخیر؟ طرف جنت برو. او برش میگه عقیده تو عقیده ابو جهل بود، عقیده تو خوب و عقیده ترامپ یک چیز بود، عقیده تو با عقیده کافرها یک چیز بود. اگر او کفر میگفت تو کفر تایید میکردی، تو را لایک میکردی. لایک چی مانه؟ یعنی من هم امی قسم میخوام. لایک چی مانه؟ I like water، من آب میخوایم. وقتی که کفر تایید میکنی یعنی I like کفر. اذا كنت لا تعلم فذاك جریمة. الشاعر میگه و این كنت لا تدری فذاك جریمة، اگر نمیفهمی این کار میکنی این جرم و جنایت است. و این كنت تدری فالجریمة اکبر، اگر باز میفهمی کار میکنی جنایت تو خو بیخی بزرگتر است. باز میتونی بگویی که من نمیفهمم. اگر در موبایل توجه نکنی و هر کفریات و هر شرکیات و هر جهل را که هر کس روان کرد و تو رو تایید میکنی و شیر میکنی و با دیگران روان میکنی، در اینجا به این معنی میشه که الرضا بالکفر کفر. علما میگن کسی که با کفر راضی شد، فلانی نفر بر گفته شد ولا فلانی نفر کافر شد، بازی بگه خوب شد که کافر شد. این کلمه کفر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک نفر یک کلمه از زبانش خارج میشه به او توجه نمیکنه تا
تا ترین جای دوزخ جایش میشه با یک کلمه، با یک حرف، با یک جمله. دون فضلك امطروا. این حاله بسیاری کسا کافر شدن لیکن میگه من نمیفهمم. چرا نمیفهمم؟ در کدام مغاری کو زندگی میکنی؟ در افریقا در کدام مغاره زندگی میکنی که وجنه برای تو پیغمبر رسیده که رسول الله صلی الله علیه و میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمیکنیم تا زمانی که بر او رسول نفرستادیم. وقتی که الله رسول فرستاد یعنی سنعذبهم اذا ارسلنا رسولا، وقتی که ما پیغمبر فرستادیم بس و اینا شنیدن، قرآن شنید، حدیث شنید، درس عقیده را شنید، موبایلش و خانهش و کتابش کلش از درس دین پر است. باز از چی میشه؟ اگر برش گپ بزنی باز شیطان در بین دلش داخل میشه. وقتی برش بگی اینی عمل شرک است، اینی عمل کفر است، اینی عمل تو را از دایره اسلام میکشد، باز شیطان میده دلش آستا که برش میرسانه که این گپا را وهابی ها میگه. في ذلك التأخير كل المطمع فاستانسي بالمنع وضعي حقه إن الرضا وصف المنير